صدای ساز و آواز نه تنها خانه عروس را که تمام آبادی‌های اطراف را سرشار می‌کند و اهالی نیز در این ضیافت شادمانه همراهند. چه همراهانی، همه با شوق و شادمانی، شاباش و سرسلامتی و این آوای سرنای گل‌آغاز که در گوش فلک میپیچد و همه را به مهمانی میخواند. آهای بشتابید که اینجا میادگاه عاشقانه است، اینجا عروسی است، اینجا بزم و ضیافت و مهمانی با گرده‌های تافتون نانپزان پیر تنور عشق، با کلوچه و لندو و قریفی و چنگالی. آهای زندگان سرشار زندگی، آهای مسافران شریف خاک و اهل ابدیت، اینجا عروسی است. بیایید بیایید که دلدار رسیده است، بیایید که گلزار دمیده است. همه به چاپ و چوب بازی و خنده و فراموشی غم و اندوه و درد آغاز چاپ و چوب بازی در درگاه شاداماد و شاهبانو عروس. این قطعه در ابتدا با ریتمی سنگین آغاز شده، ادامه می‌یابد تا آستانه سرور و سرمستی رقصندگان. آنگاه ریتم سریعتر می‌شود تا نهایت که همه رقصندگان انگار با سماعی عارفانه سبکبال‌تر از یاران عشق اسطوره‌ها به ریتمی مدهوش کننده و بسیار تند به اوج آسمان ها میرسد. در حیات خانه عروس قوقایی برپاست که نگو و نپرس.